و هنگامی که موسی به وعدگاه آمد و خداوند با او سخن گفت، موسی اظهار داشت: پروردگارا، خود را به من نشان بده تا تو را ببینم. خدا گفت: هرگز نمیتوانی مرا ببینی، اما به آن کوه نگاه کن. اگر مقاومت کرد و توانست بر جایش بماند، تو هم میتوانی مرا ببینی. پس هنگامی که پروردگارش بر کوه تجلی کرد، کوه را تلی از خاک نمود و موسی نیز بیهوش گشت. و هنگامی که به هوش آمد گفت: پاک و منزهی تو، من به درگاهت توبه می کنم و من اولین باور کنندگانم. و خدا گفت: ای موسی، من تو را از میان مردم انتخاب کردم تا پیام ها و کلام مرا برسانی. پس آنچه را به تو دادم بگیر و شکرگزار باش. و بر روی لوح‌ها برای او از هر موضوعی پندی نوشتیم و برای هر چیز شرحی دادیم. سپس گفتیم آن را با قدرت بگیر و مراقبت کن و بر اساس آن قومت را فرمان ده تا به بهترین وجه این دستورها را عمل کنند. به زودی جایگاه زشتکاران بدسیرت را به شما نشان خواهم داد. به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق و متکبرانه سرکشی کنند از آیاتم محروم می کنم، آنچنان که هر نشانه حقی را ببینند باور نکنند، تا جایی که حتی اگر راه رشد و تعالی جلوی پایشان باشد در آن وارد نشوند. اما اگر راه گمراهی و حیرانی برایشان باز شود، بیدرنگ به آن غافل شوند. و این کیفر به خاطر این است که آنها آیات به حق ما را انکار کردند و از آن غافل شدند.